یه چوپان هر روز کاسه شیر میذاشت جلوی یه سوراخ توی کوه. مار بیرون میومد، شیر رو میخورد و یه سکه مینداخت تو کاسه. سالها همین معامله بی صدا ادامه داشت. یه روز چوپان مریض شد. به پسرش گفت همون کاری که من میکردم تو هم بکن. پسر چند روز همین کارو کرد، اما وسوسه افتاد به جونش. با خودش گفت چرا دونه دونه میکشمش و همه سکه‌ها مال خودم. رفت سراغ سوراخ، ضربه زد. مار زخمی شد، اما قبل از فرار پسر رو نیش زد. پسر مرد. مدتی بعد چوپان بی پول و تنها با دلی شکسته برگشت همونجا. به رسم قدیم کاسه شیر رو گذاشت جلوی سوراخ. مار بیرون اومد، شیر رو خورد، یه سکه انداخت تو کاسه و گفت دیگه واسه من شیر نیار. نه تو مرگ پسرتو فراموش میکنی، نه من دم مریدم. اگه فکر میکنی طمع زیاد آدمو نابود میکنه، لایک کن و بفرست برای یکی که باید ببینه.